اعلان سفربری نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه میان مهاجران هم سر و صدای زیاد به بار آورد. برخی از مهاجران تاجیک که شهروندی روسیه را دارند و در گذشته در ارتش این کشور خدمت کردند گفتند کمیسریات‌های حربی به آنها دعوتنامه فرستادند. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین، شیوه دعوت چگونه است و پس از دعوت آنها را به ارتش میبرند و یا درست است که تاجیکان شهروند روسیه دیگر از این کشور بیرون شده نمیتوانند؟ سلام بینندگان عزیز. زرانگیز، من با چند مهاجر تاجیک صحبت کردم که با آنها دعوتنامه فرستادند. یکی از آنها که با رتبه پادپالکونیکی ارتش روسیه بازنشسته شده است گفت که دیروز از کمیسریات حربی جای زیستش دعوتنامه گرفت و این صبح به آنجا رفت. آنجا شماره های تلفن موبیل و تلفن خانه‌اش را گرفتند و تاکید کردند که آماده باشد شاید در حالت ضروری برایش زنگ زنند. با او تاکید کردند که از روسیه بیرون نرود چون بیرون شدنش از این کشور همچون سرکشی از ارتش ارزیابی می شود و این جوابگری دارد. نقطه اساسی زرانگیز این است که این قانون فقط با آنهای دخل دارد که همچون افسر یا سرباز در ارتش روسیه خدمت کردند و همچون افسر و سرباز ذخیروی ثبت نام شدند. حالا پس از قبول این قانون تلاش بیرون شدن شهروندان از روسیه واقعا افزوده است. آنها فکر میکنند که روسیه آنها را به جنگ در اوکراین میفرستد و با پیدا کردن امکان از این کشور بیرون میشوند، ولی قانونی بسیج نسبی شهروندان روسیه را از سفرهای خارجی منع نمیکند. اما وکیلان پارلمان یا دومای دولتی روسیه گفتند شهروندانی که احتمال به خدمت حربی جلب شوند بهتر است به خارج نروند. مومین، اگر به جز حربیان سابق دیگر شهروندان به ارتش سفربر نشوند پس این ترس و تشویش در میان مهاجران از کجاست؟ ببینید زرانگیز، بر اساس آخرین آمارها صدها نفر تلاش دارند که روسیه را ترک کنند. نرخ چپته های بیرون شدن چنان ما دیدیم از روسیه نیز بالا رفته است. کارشناسان بر اینند که روسیه در اوکراین تلفات زیاد داده است. حتی رسما خود روسیه اعتراف کرده است که بیش از 5000 افسر و سربازش در اوکراین کشته شده است. تحقیقات جداگانه تلفات روسیه را 3-4 برابر زیادتر نشان میدهند. از این پیش روسیه اعلان کرد که خارجیان می توانند در عوض 1 سال خدمت در روسیه ارتش روسیه شهروندی این کشور رو گیرند. به دنبال قرار سفربری جزئی نیروهای احتیاطی صادر شد. از این پیش سازمان واگنر در محبس محبوسان را برای شرکت در جنگ اوکراین تشویق میکرد و مرگ چند محبوس هم در اوکراین تصدیق شد. ترس مهاجران هم زرانگیز این است که احتمال دارد یک روز حتی بدون خواهش آنها را به جنگ برند، چون این فکر دارند. حالا از هر راهی برای شرکت در جنگ مهاجران تشویق می شوند. از این لحاظ این وضع مهاجران تاجیک را نگران کرده است. بنا به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی همه این وضعیت سبب می شود که شماره آرزومندان شهروندی روسیه به مراتب کمتر گردد. تشکر و حالا برمیگردیم به تاجیک